امن‌ترین شهر ایران. در این شهر جرم و جنایت به حدی پایینه که طبق آمار امن‌ترین کلان شهر ایرانه. سازمان ملل چندین بار این شهر رو به عنوان زیباترین و توسعه یافته‌ترین شهر ایران انتخاب کرده. وجود ساختمان‌های زیبا، خطوط هواپیمایی پیشرفته، طبیعت بی‌نظیر، غذاهای لذیذ، مساجد زیبا و آثار تاریخی بیشمار باعث شده این شهر تبدیل به یکی از بهترین شهرهای ایران برای زندگی بشه. مردم این شهر به داشتن فرهنگی غنی و بی‌نظیر معروفند. وجود خیریه‌هایی با سابقه 70 ساله باعث شده لقب شهر بدون گدا رو بهش بدن. این شهر در بسیاری از دوره‌های تاریخی پایتخت سیاسی ایران بوده و معروف به شهر اولین هاست. اولین چاپخونه، اولین خیابونی که در ایران دارای برق شد، اولین تئاتر، اولین نشریه، اولین بلدیه، اولین پستخانه، کتابخانه عمومی، ایستگاه آتش نشانی، مرکز پلیس و حمل و نقل ریلی عمومی